الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. برادری پرسیدن شخصی تصمیم میگیره و اراده داره گناهی را، اما او گناه را انجام نمیدهد. آیا این شخص گناهگار میشه و برش گناه نوشته میشه یا خیر؟ برادر محترم، این شخصی که تصمیم گناه را میگیرد و باز این را انجام نمیدهد دو حالت داره. یک حالتش است که تصمیم میگیره به گناه، البته تصمیم یعنی قصدی قاطع داره، تصمیم قاطع داره، در این صورت ما بحث میکنیم. اما مجرد یک خطورت در ذهنش بیایه در هیچ صورتی مؤاخذه نمیشه و همچنان نیکی هم برش داده نمیشه. اگر خطورت در ذهنش بیایه که من نیکی را انجام میتونم، در این صورت نیکی هم برش نوشته نمیشه. و اما اگر خطورت در ذهنش بیایه، یک چیزی خطورت کنه در ذهنش، یعنی در ذهنش هم تو تیر شوه گناهی، در این صورت گناه هم مؤاخذه نمیشه. اما مسئله تصمیم یعنی قصد کنه به گناه، در این صورت دو حالت داره. یکی گناه را تصمیم میگیره و بعد از او عمل نمیکنه به او گناه، یعنی انجام نمیدهد به خاطری که ترسی الله دمی روش است، از الله میترسه، از روز آخرت میترسه، از گرفتی الله تعالی. در این صورت این تنها گناهگار نمیشه و برش گناه هم نوشته نمیشه، بلکه یک نیکی کاملی برش نوشته میشه. شخصی دیگری تصمیم گناه را میگیره اما انجام نمیدهد به خاطری که قدرت نداره، یعنی ترسی الله دمیروش نیست، قدرت نداره، توان نداره، راه برش سخت است. در این صورت این شخص گناهگار است و برایش کس بدی نوشته میشه، امی گناه نوشته میشه. در این باره احادیث زیاد آمده. میخوام یک حدیث از صحیح بخاری و صحیح مسلم به روایت ابن عباس رضی الله عنهما است ایره بخوانم تا اینکه وضاحتی بیشتر شود. ابن عباس رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله تعالی، یعنی حدیثی قدسی است. حدیثی قدسی، حدیثی را گفته میشه که لفظ و معناش از جانب الله تعالی بوده باشه، اما حدیثی عام لفظش از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم و معناش از جانب الله تعالی می باشد. الله تعالی فرمود ان الله كتب الحسنات والسیئات. الله تعالی نوشته کرده حسنات و سیئات را. از نفس خود خبر میدهد که ان الله، یقینا الله تعالی، كتب الحسنات، نوشته کرده نیکی ها را، و السیئات، و همچنان نوشته کرده بدی ها را. در کجا؟ در لوح محفوظ نوشته کرده که اینها اشیای، اینها چیزهایی است که حسنات است و اینها چیزهایی است که اینها بدی هاست. ثم بین ذلك، و بعد از نوشته بیان هم کرده، بیان از طریق وحی به پیامبراش و پیامبرها به امتهایشان بیان کردن. امتهای قبلی هم حسنات پیشان واضح بوده، سیئات هم واضح بوده و امت رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق قرآن سنت بیان شده. الله تعالی در قرآن بیان کرده بسیاری از بدی ها را و همچنان نیکی ها را، و رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان به زبانشان زیادی از بدی ها و همچنان زیادی از گناه ها را بیان کردن. مثلا روزه، نماز، زکات، حج و غیره، همه اینها نیکی است بیان شده، و در مقابل زنا، قتل، دزدی و غیره اینها همه گناه است، امثالی از اینها همه بیان شده. فمن هم بحسنة فلم يعملها، پس شخصی تصمیم میگیره، قصد میکنه، هم تصمیم میگه، تصمیم قاطع، بحسنة، با یک نیکی، یعنی یک نیکی را اراده میکنه و تصمیم قاطع میگیره، فلم یعملها، باز ای را انجام نمیدهد. انجام نمیدهد به خاطر چی؟ به خاطری که قدرت نداره، توان نداره، نه به خاطری که اهمیتش نمیدهد. اهمیت ندهد باز ای اجر نمیگیره. كتبها الله له عنده حسنة کامله، الله تعالی نوشته میکنه برای شخص یک نیکی پوره در نزد خود. فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اگر ای شخص امی حسنه را، نیکی را تصمیم گرفت، عزم قاطع کرد و باز انجام هم داد، توانش داشت انجام هم داد،
کتبه الله تعالی نوشته میکنه بر یزی همین نیکی را در نزد خود 10 نیکی در مقابل نوشته میکنه، اجری 10 نیکی را برش نوشته میکنه. الی 700 ضعف، امی 10 نیکی از این اجرش تا 700 هم بالا میشه، از 700 الی اضعاف، یعنی چند بالا میشه و او چند الله تعالی بهتر میدانه. به هر اندازه ای که اخلاص انسان، صمیمیت انسان، للهیت انسان بیشتر بوده باشه، با همون اندازه این نیکی بالاتر میروه. مثل که یک انسان 10 ریال، 1 ریال میدهد، در مقابل 10 ریال کسب میکنه، فایده میگیره، و گاهی 10 ریال یزی یا 10 پول یزی به 700 میروه، و باز گاهی از 700 بالاتر هزارها که الله تعالی برکتی را در زندگی ازی به اندازه. و همین قسم الله تعالی به اخلاص و صمیمیت نیکی ها را زیادتر میکنه. و من هم بسیئت، شخصی دیگری در مقابل تصمیمی گناهی را میگیره، بسیئت تصمیمی گناهی را میگیره، فلم یعملها، باز این گناه را انجام نمیدهد. البته انجام نمیدهد به خاطری که ترسی الله دمیرو است، ترسی الله دمیرو است، یعنی نه اینکه قدرت نداره. فلم یعملها، ای گناه را انجام نمیدهد، کتبها الله تعالی نوشته میکنه برای شخص در نزد خود حسنتا کامله، یک نیکی کامل. گناه را تصمیم گرفته و بعد از او انجام نداده، به خاطری الله تعالی ترسی الله روز قیامت گرفتی، روز قیامت این انجام نداده، برای از یک نیکی کامل نوشته میشه. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سیئة واحده، اما اگر این بدی را تصمیم گرفت و باز انجام هم داد، در این صورت یک بدی برش نوشته میشه. و این کمال رحمتی شریعت است که در مقابل حسنات 10 گناه برای از این نوشته نمیشه، بلکه یک گناه نوشته میشه. در این حدیث قید لگاندیم، گفتیم هم بسیئت فلم یعملها، یعنی گناه را تصمیم گرفت لکن گناه را انجام نداد به خاطری ترسی الله تعالی. به خاطری که احادیث دیگری میآید رسول الله صلی الله علیه و سلم اصناف مردم تقسیم میکنه که مردم 4 قسم هستند. یک قسم شخصی است که مال داره و علم هم داره و امی مال و زندگی خود در راه الله تعالی مصرف میکنه، به این صله رحمی میکنه. و شخصی دیگری مال نداره اما علم داره و آرزو داره که یعنی کاش من هم مال و زندگی داشته باشم مانند شخص فلانی در راه الله تعالی مصرف کنم. میگه هر دوی از اینها در اجر، در اصل اجر هر دوی از اینها برابر هستند، هر دوشان مأجور هستند، الله تعالی هر دو را ثواب برشان میدهند. قسمی کسی که مال داره و مصرف کرده و وسیله رحمی کرده او را هم ثوابش میتیه برش. ثواب ذکر شد در حدیث که یک ثواب بده و از 10 الی 700 و الی بالاتر که الله تعالی خواسته باشه. البته شخصی که تصمیم میگیره و انجام نمیده در اصل اجر که یک نیکی برش نوشته میشه، در اصل از او شریک است. و اما شخصی دیگری در مقابل از اینها، یعنی شخصی سوم، یعنی دو قسمی از انسان ها گذشت و شخصی سومی از این مال داره اما علم نداره و این مال خود در راه الله تعالی مصرف خونه میکنه، لکن به بدی ها مصرف میکنه، در بیراهی مصرف میکنه و به صله رحمی هم نمیکنه. و شخصی دیگری در مقابل نه مال داره نه علم داره، نه مال داره نه علم داره، باز او آرزو میکنه کاش ما اگر زندگی داشته باشم مانند فلانی بدی ها را انجام بدم. میگه هر دوی از اینها در بدی، در گناه، هر دوی از اینها شریک هستند. پس اینجا حدیث واضح و معلوم است که شخصی تصمیم میگیره، تصمیم قاطع داره به گناهی، لکن موفق نمیشه، قادر نیست، در این صورت گناه برش نوشته میشه. همچنان حدیث دیگری در صحیح بخاری میآید، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد القاتل والمقتول كلاهما في النار. قاتل و مقتول، کسی که قتل میکنه و کسی که قتل شده، یعنی او را قتل کرده شخصی دیگری، هر دوشان داخل جهنم میرن. صحابه کرام پرسیدن که یا رسول الله قاتل خو میره و خاطری که کشته، مقتول چرا برای؟ یعنی مقتول بالاش ظلم شده.
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که این شخص حریص بود که تا اینکه این برادر خودم قتل کنه. پس اینجا حرص داشت، تصمیم داشت، اما موفق نشد، قادر نشد، قدرت پیدا نکرد که ایره بکشه. در این صورت هر دوی از این داخل جهنم می روند. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن. پس تصمیم انسان بر گناهی، اگر گناه را تصمیم میگیره و اراده قاطع داره و باز به خاطر ترسی الله تعالی میگذاره، در این صورت یک نیکی برش نوشته میشه و گناه هرگز نوشته نمیشه. اما اگر تصمیم گرفت و انجام نداد به خاطری که قدرت نداشت، میترسید از آیندهش، از یعنی جانش، در این صورت باز گناه برش نوشته میشه، گناهگار است. بارک الله فیکم.